9 سال شما دارید میگید که وزیر و صغیر و کبیر دارن به ما کمک میکنن که ما قهرمان بشیم، پرسپولیس قهرمان بشیم. آقا تو این 9 سال یه بار فرهاد مجیدی قهرمان شده اگه یادتون باشه. اون یه سال شما چی جوری قهرمان شدید؟ لامصب ما به همه پول دادیم، به داورا پول دادیم، به همه پول دادیم، سازمان، بازمان، اطلاعات، وزارت نفت، راداری، به همه پول. چجوری شما قهرمان شدین آخه؟ اگر برای من توضیح بدهید که در آن 1 سال شما چجوری قهرمان شدین من قانع میشم. بابا سالهای بعدی هم همون کارو بکنید دیگه. چرا عرضه ندارید؟ قهرمان بشید دیگه. حالا میخواید بگید که اون 1 سالم حتما با غیرت و با جنگیدن و فلان قرار. بابا سالهای بعدم همینجوری غیرت به خرج بدید. یه خورده غیرت به خرج بدید، یه خورده بجنگید با دشمنهای فرضی که بتونید قهرمان بشید. اینقدر ناله نکنید دیگه بابا. عرضه ندادید، یه خورده بی عرضه‌اید، یه خورده یاد گرفتید که فقط بچاپید و بخورید بعد اینجوری ناله کنید. ای بابا ای.